ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. و هر کی از شما خداوند و پیامبر او را اطاعت کند و عمل نیک انجام دهد مزد او را دوچند می دهیم و برای او روزی گرامی آماده کرده ایم. یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ای زنان پیامبر، شما مانند یکی از زنان عادی نیستید اگر پرهیزگاری کنید، پس در گفتار خیش نرمش نشان ندهید تا مبادا کسی که در دلش مرض است طمع کند و سخن پسندیده بگویید. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. و در خانه های خیش بمانید و مانند عهد جاهلیت پیشینه زینت خیش را ظاهر نسازید و نماز را با کمال و تمام برپا دارید و زکات بدهید و خدا و پیامبر او را اطاعت کنید. بیگمان خداوند می خواهد تا از شما اهل بیت ناپاکی ها را بزداید و شما را پاک و پاکیزه سازد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آنچه به شما در خانه های شما از آیات خدا و حکمت خوانده می شود آن را به یاد گیرید، بیگمان خدا لطفکار و آگاه است. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واقعا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار، مردان صادق و زنان صادق، مردان صابر و زنان صابر، مردان متواضع و زنان متواضع، مردان خیرات دهنده و زنان خیرات دهنده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، مردانی که ذکر خدا را بسیار می کنند و زنانی که ذکر خدا را بسیار می کنند. خداوند برای همه اینها آمرزش و مزد بزرگی را آماده کرده است. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
چون خدا و پیامبر کاری را فیصله کنند، برای هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمن جایز نیست که در امر خیش اختیاری داشته باشند. اگر کسی خداوند و رسول او را نافرمانی کند، او واقعا به گونه آشکاری گمراه شده است. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. و به یاد آور چون به کسی که خدا بر وی احسان کرده است و تو نیز بر وی احسان نموده ای گفتی زن خود را در قید نکاح خیش برای خود نگه دار و از خداوند بترس و تو چیزی را در دل خیش پنهان داشتی که خداوند آن را آشکار سازنده است و از مردم می ترسی در حالی که خداوند سزاوارتر است تا از او بترسی. پس چون زید از وی یعنی زینب کام یافت، او را به نکاح تو در آوردیم تا برای مؤمنان در ازدواج با زنان فرزندخوانده هایشان حرج نباشد هرگاه فرزندخوانده ها از آن زنان کام گرفته باشند و حکم خداوند حتما به جا آورده شده نیست. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. بر پیامبر در بجا آوردن آنچه خداوند بر او فرض گردانیده حرج نیست. این سنت خداست در میان کسانی که پیش از این گذشتند و حکم خداوندی تقدیر است که مقرر شده است. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. در میان آنهایی که پیام‌های خدا را می‌رساندند و تنها از او می‌ترسیدند و از هیچ کس جز خدا نمی‌ترسیدند و خداوند در حساب گرفتن بسنده است. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ولیکن پیامبر خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به هر چیز داناست. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ای مسلمانان، خدا را به یاد کردن بسیار یاد کنید و او را صبح و شام به پاکی بخوانید. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اوست که بر شما درود میفرستد و نیز فرشتگان او تا شما را از تاریکی ها به روشنایی برآورد و خدا به مؤمنان مهربان است. تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم اجرا کریما. تحیت ایشان روزی که خدا را ملاقات می کنند سلام است و برای ایشان مزد گرامی آماده کرده است. یا
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ای پیامبر، حقا که ما تو را به حیث گواهی و مژده دهنده و بیم دهنده فرستادیم و نیز به حیث دعوتگری به سوی خدا به اجازه او و به حیث چراغ درخشان. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. و مؤمنان را به این مژده بده که برایشان از جانب خدا فضل بزرگی ارزانی شده است. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. کافران و منافقان را پیروی مکن، اذیتشان را به دل مگیر، بر خداوند توکل کن و خداوند به حیث کارساز بسنده است. یا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. ای مسلمانان، وقتی که شما زنان مسلمان را به نکاح می گیرید و آنگاه ایشان را پیش از این که از آنها کام بگیرید طلاق می دهید، به شما بر ایشان عده نیست که آن را بشمارید. پس به ایشان مال و متاع بدهید و ایشان را به طریق پسندیده آزاد گذارید. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، ما به تو زنان تو را که به ایشان مهرشان را داده ای حلال گردانیدیم و نیز آنانی را که مالکشان شده ای از آنچه خدا برای تو به غنیمت داده است و نیز دختران کاکای تو را و دختران عمه‌های تو را و دختران ماماهای تو را و دختران خاله‌های تو را که از مکه با تو هجرت کردند و نیز زن مسلمانی را اگر خود را به پیامبر ببخشد و باز در صورتی که پیامبر بخواهد او را نکاح کند، همه اینها را به تو حلال گردانیدیم. این حکم خاص برای توست، نه برای همه مسلمانان. بیگمان آنچه را برایشان در مورد زنانشان و اسیرانی که مالک ایشان هستند مقرر کردیم میدانیم تا برای تو مشکل نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن
تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله علیما حلیما. هر کی را از ایشان که بخواهی میتوانی از خود بازداری و هر کی را بخواهی میتوانی نزد خود جای دهی و کسی را که بخواهی از آنهایی که از خود دور ساختی نیز میتوانی با خود نزدیک گردانی و بر تو هیچ گناهی نیست. این کار بهتر میتواند موجبات خوشنودیشان را فراهم سازد و آنها را از اندوه برکنار گرداند و به آنچه تو به همه ایشان میدهی خوشنود شوند. خداوند به چیزی که در دلهای شما است آگاه می باشد و خداوند دانا و صاحب حلم است. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. برای تو بعد از این گرفتن زنان دیگری حلال نیست و نه می توانی با آنان زنان دیگری را تبدیل نمایی اگرچه شفته حسنشان شوی مگر زنانی که آنها را مالک می شوی. خداوند به هر چیز نگهبان است. یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ای مسلمانان، با خانه های پیامبر داخل نشوید مگر هنگامی که به طعامی برای شما اجازه داده شود. پیشتر نیایید، با انتظار پخته شدن آن در آنجا دیر نپایید مگر چون دعوت شدید به خانه داخل شوید و باز چون طعام را خوردید پراگنده شوید. با صحبت در آنجا منشینید. واقعا این کار پیامبر را اذیت می کند، از شما شرم می نماید و خداوند از حق شرم نمی کند. و اگر از زنان پیامبر چیزی را می پرسیدید از پس پرده بپرسید. این رویه پاکتر است هم به دلهای شما و هم به دلهای ایشان. برای شما جایز نیست که پیامبر خدا را برنجانید و نه هم این که هرگز زنان او را پس از وی به نکاح گیرید. براستی که این کار در نزد خدا گناه بزرگ است. تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. اگر چیزی را آشکار سازید یا آن را پنهان دارید خدا بر هر چیز داناست. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن
للمتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. بر این زنان یعنی ازواج مطهرات، نه در پدرانشان، نه در بچه هایشان، نه در برادرانشان، نه در بچه های برادرانشان، نه در بچه های خواهرانشان، نه در زنانشان، نه در بردگانی که آنها را مالک شده اند، در هیچ یک از اینها گناهی نیست اگر با آنها بدون پرده و حجاب صحبت کنند. از خدا بترسید، خداوند بر هر چیز گواه است. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود میفرستند. ای مسلمانان، بر وی درود بفرستید و با اخلاص کامل به او سلام دهید. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بیگمان آنانی که خداوند و پیامبر او را میرنجانند، خدا ایشان را در دنیا و در آخرت لعنت کرده است و برای ایشان عذاب رسوا کننده را آماده ساخته است. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. و آنانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی سبب میرنجانند، بیگمان بهتان و گناه بزرگی را متحمل شدند. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، به زنان خود و به دختران خود و به زنان مسلمان بگو که قسمت از چادرهای خود را بر خویشتن بپوشند. این وسیله مناسب است به اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزنده و مهربان است. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. اگر منافقان و آنانی که در دلهایشان بیماری است و آشوبگران مدینه خودداری نورزند، یقینا تو را بر ایشان چیره می سازیم و سپس در آنجا جز دوره محدود همسایه تو نخواهند بود. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. اینها لعنت شدگانند، در هر جایی که یافت شوند گرفتار می شوند و به شدت کشته می شوند. سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این از سنت خدا از دیر باز در میان کسانی که پیشتر بودند و برای سنت خداوند هرگز تبدیلی نمیابی. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. مردم از تو از قیامت میپرسند، بگو علم آن تنها در نزد خداوند است و تو چی میدانی؟ شاید قیامت نزدیک باشد. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. بیگمان خدا کافران را لعنت کرده و برای ایشان آتش سوزانی را آماده کرده است.
خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. در آنجا همیشه و به گونه ابدی به سر میبرند. در آنجا نه دوستی میابند و نه هم مددگاری. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. روزی که رویهایشان در آتش زیر و رو می شود می گویند ای کاش که ما از خدا فرمان می بردیم و از رسول فرمان می بردیم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. و می گویند پروردگارا ما از سرداران و بزرگان خود فرمان بردیم ولی ایشان ما را گمراه ساختند. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ای پروردگار ما برایشان دو چندی این عذاب را بده و ایشان را به لعنت بزرگ روبرو گردان. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ای مسلمانان مانند آنان مباشید که موسی را رنجانیدند ولی خداوند او را از آن گفتار بی حقیقتشان براءت بخشید و او در نزد خداوند آبرومند است. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ای مسلمانان از خدا بترسید و همواره سخن درست بگویید تا اعمال شما را به صلاح آرد و گناهان شما را بیامرزد و هر که از خداوند و پیامبر او فرمان برد بیگمان به بزرگترین پیروزی دست یافته است. الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما امانت را به آسمان ها، زمین و کوه ها عرضه کردیم اما آنها از قبول آن خودداری کردند و از آن ترسیدند و انسان آن را به عهده گرفت. او واقعا بسیار ظالم و بسیار نادان است. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. تا خداوند مردان منافق و زنان منافق، مردان مشرک و زنان مشرک را عذاب کند و خداوند مردان و زنان مؤمن را مورد مرحمت خیش قرار دهد و خداوند آمرزگار و مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ستایش خدای راست که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه از آن اوست و در آخرت نیز ستایش از آن اوست و اوست صاحب حکمت و به همه چیز آگاه. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
وهو الرحیم الغفور. آنچه در زمین در می آید، آنچه از آن بر می آید، آنچه از آسمان فرو می آید و آنچه در آن بالا می رود، همه را می داند و او مهربان و آمرزنده است. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. کافران میگویند هرگز بر ما قیامت نمی آید. بگو آری و قسم به پروردگار من حقا قیامت بر شما آمده نیست. قسم به دانای غیب، ذاتی که از او کوچکترین ذره پنهان نیست، نه در آسمان ها و نه هم در زمین، نه چیزی کمتر از آن نه هم بزرگتر از آن، مگر اینکه همه اینها در کتاب روشن درج است. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة ورزق کریم. تا کسانی را که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند پاداش دهد. اینهایند که برایشان آمرزش و روزی گرامی است. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. ولی آنانی که در برابر آیات ما به معارضه شتافتند برایشان عذاب است از عذاب دردناک. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. آنانی را که برایشان علم داده شده است می‌بینند که چیزی که به تو از جانب پروردگار تو نازل شده است همان است حق و بر راه خداوند صاحب قدرت منی و ستوده هدایت می‌کند. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. و کافران به تمسخر گفتند آیا شما را به مردی راهنمون شویم که به شما خبر می‌دهد چون مردید و کاملا پارچه پارچه شدید در این حال باز شما در آفرینش جدیدی قرار میگیرید. افترا علی الله کذبا ام به جنة بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید. آیا این شخص بر خدا دروغ را بربسته یا به او دیوانگی عارض شده است؟ بلکه کسانی که با آخرت ایمان ندارند در عذاب واقعی و دورترین گمراهی قرار دارند. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا اینها به این چیزهایی که پیشروی و پشت سرشان از آسمان و زمین قرار دارد نظر نکردند؟ اگر بخواهیم ایشان را به زمین فرو میبریم یا پارچه از آسمان را بر ایشان میافکنیم، بیگمان در این نشانه است برای هر بنده به خدا بازگردنده. ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبی معه والطیر وألنا له الحدید. بیگمان به داوود از جانب خود فضیلت دادیم و گفتیم ای کوها در انعکاس دادن آواز او با او هم نوایی کنید و نیز پرندگان را برای او هم نوا ساختیم و آهن را برای او نرم ساختیم.
أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. به او گفتیم زریهای گشاده و فراخی بساز و در بافتن حلقه های زنجیری آن اندازه را رعایت کن و به اعمال شایسته دست یازی. بیگمان من به آنچه می کنید بینا هستم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. و برای سلیمان باد را رام گردانیدیم. رفتار صبحانه آن یک ماه راه بود و رفتار شبانه آن یک ماه راه بود و برایش چشمه از مس گداخته شده را جاری ساختیم. و از جن کسانی بودند که با اجازه پروردگار او به پیشروی او کار می کردند و اگر یکی از ایشان از امر ما سر باز می زد با او از آتش سوزان می چشاندیم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور. برای او آنچه می‌خواست از رواقها، تمثالها، کاسه های بزرگ همچون حوضها می ساختند و دیگهایی که بر دیگدانها قرار داده شده بود. ای خانواده داود سپاسگزاری کنید و تعداد کمی از بندگان من سپاسگزارند. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پس چون بر سلیمان دستور مرگ را صادر کردیم هیچ چیز ایشان را بر مرگ او آگاه نساخت جز جنبنده زمین، کویه‌ای که عصای او را می‌خورد. سپس چون به زمین افتاد جنها دریافتند که اگر غیب را می‌دانستند در این عذاب اهانت آمیز، یعنی این کار پر زحمت، باقی نمی‌ماندند. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. بیگمان برای قوم سبا در سرزمینشان نشانه داده شده بود و آن دو باغ